بیا 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 بیا. ای وای چیزی شد. نه داده سیکوریت بجایی بود. بیا تو بیا. آقا برنامه چیه؟ ساکن ساعت فیلتر 20 روغن ده. زوده میشه. بیا تو. روغن اینو برام عوض میکنی؟ خدا میتو هم روغن داری؟ حاجی وضعیت روغنش چطوره؟ روغنم عزیزم. یا هنو 10 تا دیگه میتونه باش بری. نه همون. والا خانم بیا جلوتر. گود اینجا اون تشت روغنه. وای فیلتر روغنه؟ نه دسته جوغنه. پسر بپر آچار در بیا. چش. بفرما استاد. سرتو میخوره سامسون یا آچار در بری. چی آوردی؟ آچار در بیا. خوب شدی برقا رفت. ما تو زندگیمون تلمبه زدیم. استاد فیلترش سالمه؟ با کشنی. موتورش چطور؟ او هم با کشنی. با کیش که الحمدلله هست هم سرش. خدا رو شکر سرو هم با کشنی. واسه فیلتر هواش هم داری؟ مشتی ما هوای همه رو داریم. استاد روغن خوب چی داریم؟ روغن خوب چی گرایی ببر. مصرف شخصیمونه. برای بادمجون تخمی عالیه. به به. ننم همیشه میگفت بابا ان شاءالله بری زیر ماشین راحت شم. به آرزوش رسید. استاد تو درگیر فیلتری؟ فیل چه تری مشتری میگیم سالمه میگه عوضش کن. آقا یه سرویس کامل می‌خواستم. یه سرویس دارم 6 پارچه قاشق و هستم هم روشه. اما سرویس ماشین نمیگم. سر چه ویسی؟ حاجی روغن سوختت میخوام. برای چی؟ سیتش. فارسی حرف بزن ببین چی میگی؟ عمو برای آتش روشن کردن میخواهم. استاد نگاه بی فیلتر ما می‌کنی؟ بیارو گود بیارو گود. بیارو گود اینا. سرشمت هم سوخته. خانم شم گرفتی؟ بفرمایید. یه خوش شم تولده. چی کارش کنم؟ هیچی فوتش کن. بچه اویل پمپت خراب اصلا مک نمیزنه. با چیکارش کنه؟ ببر مک زدن یادش بده. آقا یه بادی هم رو ما میذاری؟ یه بادی برات بزنم نرم و راحت بشه تو دستم صفر نشه. چی؟ فرمون. نخواستم آقا اصلا.